خب باز عمر یعنی که هیچگاه از حقیقت سکوت نمیکرد، باز اینجا عمر ابن خطاب از خیلی به تندی گفت نه به خدا کسی به ما مخالفت میکند مگر اینکه میکشیم. تمام حسب تمام دیگه سقیفه جوشیده ایست اونجا میکشیم. خب لیکن البته خوب میشد که این کار رو با چی مشورت با مهاجران میکرد که بعد از اینکه از این مرد مثال میگذارن ابو عبیده پیدا میشود. ابو عبیده هم میگیرن همراه خودش میگن بیا اونجا رای سعد بن عباده گفت که پیغمبر گفت ما در جاهلیت خیلی چیزا ما راضی نمیشدیم، یعنی خاری چه خیلی وقت اسلام راضی میشه یه دونه خرما رو بتن برو بپول بخوره. محمد علیه السلام قریشی بود و قومش به او سزاوارتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، این قسم دوم برنامه ما با استاد ادهم حیدرزاده درباره بعضی از پارچه های تاریخ اسلامی، تحلیل ها و حکمت ها و آنچه که از آن گرفته بودیم دوام میدهیم. و در برنامه گذشته ما درباره بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم فضای مدینه و عالم اسلامی چگونه بود و صحابگان چگونه برخورد کردند و همچنین چگونه جاینشین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خود انتخاب کرده بودند و همچنین استاد درباره فضیلت انصار و کی بودن انصار و همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر جان فدایی ها کرده بودند آن را صحبت کرده بودیم و در جای رسیدیم که انصاری ها جمع شده بودند و برای انتخاب جاینشین مشورت میکردند و ما به استاد عزیز سوال داده بودیم که استاد باز سوال را تکرار میکنیم، برای چی انصاری ها از بین خود جاینشین انتخاب کردنی شده بودند؟ آیا آنها یک قومگرایی داشتند؟ برای چی از اهل مکه نه از اهل مدینه آنها جاینشین را انتخاب کردنی شده بودند؟ بفرمایید. بله، بعد السلام علیکم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله علیه السلام. خب وقتی که درباره فضیلت اون رو گفت زدیم، ما گفتیم فضیلت اون رو برای اون بیان میکنیم که تو اینکه همین چیزهایی که میگیم در زیر پرتبی سیرت اونها فهمیده شد. بله. البته قومگرایی یا این چیز در بین اونها نبود. ما دیدیم که چه وقتی هجرت شد اونها همه چیز رو با مهاجران تقسیم دین دوستاری هم بله ایثار اونها مثلا. خب برای این شاید که بعضی اصطلاحات زمانه برای کار فرمایید برای آسان شاید فهمیدنش. خب ببینید که انصار شهروندای اصلی مدینه بودن. مهاجران باشن اینکه اینا یک دولتی صاحب استقلال خودشون رو داشتن، چون که زمان عرب هم دولتی مستقل نداشت، دولتی یگانه نداشت. مکه دولتی مستقل بود، مدینه دولت به خودش بود، مثلا یمن به خودش دولت بود، همین شکل بود اینه. لیکن مهاجران زیر آزار و شکنجه و تعقیبی مثلا اون مقامات مکه قرار گرفته از دولتشون هجرت کردن به مدینه پناه بردن. یعنی که مهاجران رو میتونم بگم که یک گروهی پناهندگان سیاسی بودن در مدینه. یعنی انصاری ها شهروندای اصلی و این دوم گروه پناهنده هایی بودن که در اونجا پناه برده بودن. یعنی که مهاجران دولت مدینه به اونها پناهندگی داده بود و به اونها حقوق برابر با خودشون داده بود. یعنی که اونها رو مثل خود میشناختن در دولت داره در چیز خوش خرسندان میزیستن. سپس خیلی گفتیم رهبر اونها فوتید و زمان انتخاب جانشین فرا رسید. منطقاً گفتیم باید کی رئیس شود؟ یعنی که بین این دو گروه، یک گروه صاحب زمین است، صاحب سرزمین است، شهروند اصلی است، دوم گروه پناهندگان سیاسی است، مهاجر. بله مهاجران. مثلا حاضر گیره مردم تاجیک مثلا رسید رفتن هجرت کردن، گرچه که هجرت دینی نبود، شده هجرت اقتصادی هست، کاری است. لیکن اگر رئیس اونها وفات کند مثلا مردم قبول دارن که مثلا تاجیک سردار اونها شد. مثلا خب یعنی که سوال همه خیمونیم برای که درست درک کنیم که چرا انصاری خودش خواست که از انصار مثلا جانشین پیامبر علیه السلام باشه. خب یعنی که اونها چی بودن؟ صاحب زمین بودن، سرزمینی اجدادیشون بود. خب کی میخواد که در سرزمین اجدادی بالون یا انسانی که از دیگر جهات بیاد حکمرانی کنه؟ یعنی که همین خیلی باید مسئله رو گذاشت. این چنین شاید در ذهن انصاری ها یک چیز دیگر دور میزد که و مثلا مهاجرا نمیتونن که بدون انصاری ها صاحب دولت شن. چرا؟ تجربه همون کهنه خیلی گفتیم که وقتی رسول خدا به طائف رفتن بی نتیجه مون، وقتی موسم حج می رفتن پیشنهاد میکردن حمایه و اینکه تشکیل دولت در خارج مکه رو قبیله ها نمیپذیرفتن این چیزا. خب این چنین غیر از این
احتمالی مکه‌های بازگشتشون به مکه وجود داشت. چون زیرا دیگه مکه اسلام آباد شد به اصطلاح. مردم مکه اسلام قبول کردن. کسی که پیامبر وفات کرده باشن لیکن زمینی اجدادی خودشون است. خب و یعنی که حق بازگشت به وطن حرکت داشتن. با هم بینه این مثلا این چی تایید میکنه در بین انصاری ها وقتی که غنیمت تقسیم داشت بعضی چی گفتن پیامبر قومش رو یافت گفتن. یعنی لکه شاید درک میکنن که این مردم احتمالی زیاد باز به وطنشون باز میکنن. لیکن پیامبر چی گفتن؟ لیکن من گفتم به انصار میمونم. انصار کجا میشد من اونجا میشم. پیامبر اونها رو خیلی دلگرم کرده بودن به این چیز. بنابراین اگر اونا برمیگشته باشن باید که چی باشه؟ جانشین از پایتخت باشه. چون مدینه پایتخت بود. جایی که پیامبر بودن دولت ساختن و هم یعنی که قبر پیامبر اونجا هست، مسجد پیامبر اونجا هست. یعنی که مدینه که پایتخت بود خانم. یعنی که اونها که خودشون اهل پایتخت میدونستن انصاری‌ها. برای چی اونا چرا مثلا صاحب پایتخت میدونستن انصاری‌ها؟ این هم سوالی یعنی که وجیه هست. چون که از روی استراتژی همون زمان که دیگه میگه مکه برای اون پایتخت شده نمیتونست. یعنی که صلاح نبود که مکه پایتخت شد. چرا؟ مردم نامسلمانن. نمیشود که مرکز اونجا باشه. در سال 8 بعد اونو غیر از اینکه نامسلمانان مردم مؤلفه القلوب بودن. یعنی اسلام و پیامبر یعنی ما بس اینکه فتح شد اونجا. اونو به اختیار خود قبول نکردن. وقتی فتح شد بعد قبول کردن. و در جنگ حنین هم پیامبر اونا رو چی با شتر با گوسفند اونو چی کرده. بنابراین احتمالی که مکه باید پایتخت شد چون که مهاجران که از اونجا هستند و سابقون الاولون هستند مکه هم کوچن اونجا برای اونها یک جایی چی میشد یک بیگانه برای چون که اونها دیگر زمینه مستحکمی نداشتن چون که اکثر اهالی هم اهالی چیان نو مسلمان شده بودن المؤلفه القلوب بودن یا اینکه به اصطلاح از طلقا بودن اونها که هم گفتن که ذهبون فانتم الطلقا و نوع جاهلیت برآمدگی به اصطلاح نوع بنیاشون رو به جاهلیت میآید اونها رو. خب بنابراین مدینه چی پایتخت بود. اون فهمی که در مدینه بود در مکه وجود نداشت. حتی استاد همین وقتی پیامبر مردن قریب اهل مکه مرتد شده بود. اگر سهیل بن عمرو برآمده گپ نمیزد مردم با قریب مرد محمد که دیگه از دیگه گشتنی بودن که سهیل بن عمرو برآمده وقتی گپ زد دیگه با فضل همون دیگه مردم شدن باز موندن در این سهیل بن عمرو. خلاصه از جهت سیاسی مثلا گریمگر صلاحیت پایتخت شدن مکه نداشت. اگر پایتخت مدینه باشد مثلا مهاجرا باز میگردن باید کی حاکم باشد؟ یعنی که این در ذهن انصاری میبود مادامی که مدینه پایتخت باشد این مهاجرا به وطن خودش بازگشتنی است احتمال باید کی باید که باشد امیر باشد یا جانشین انصاری. یعنی که همین چیز در ذهن اونها خطر میکنه که در حقیقت یک نمود گوییم که بینش سیاسی دور است. یعنی مردم از سیاست خیلی گوییم که باخبر بودند و بلد بودند که اینقدر تفکر در ذهن اونها بود. چون که این چیزا استاد این چیز گپای هوایی نیست. این از چند روایتی که از طبقات ابن سعد است از تبری و دیگه از بدایه و نهایه این که چه جمع کردیم که اینجا سرچشمه گویی نمیکنیم برای اینکه وقت بسیار نروه. زبده بعضی از سیر اعلام بالا بعضی از این بزرگایی که همینجا نامشون میگیریم از سیر اعلام بالا دیدیم از اصابه چیز ابن حجر دیدیم از دیدیم که حیات اون رو بعد همش خیلی خلاص کردم فشرده کردم. نقطه اعظم عجیب باشه اینم در خطبه کی هست سعد بن عباده هست. انصاری ها خوف داشتن که تمام عرب با اونها بعد از پیامبر هجوم میکنن. چرا؟ چون که استاد وحی پیامبر صلی الله علیه و به جا دادن دفاع کردن از پیامبر صلی الله علیه و در همه غزوه ها یا اکثری غزوه ها اکثریت انصاری ها بودن داخل جنگ ها و دیگر هم قبیله ها که یک پایده ایستادگی بریم فرصت طلب بود. اگر پیامبر مرد که دیگه از این ما اینو تاول اکنون چه میتیم تاولش میتیم. بنابراین میگفتن که بنابراین برای حمایت خود رو سزاوارتر به همین چیز میدونن که دیگر قبیله یکی به ما جمع شده و هجوم نکنن قصاص گرفتن از ما. خب لیکن البته خوب میشد که این کار رو با چی مشورت با مهاجران میکرد. اینکه وقتی همون در سقیفه جمع شدن کاش میگفتن که از مهاجران یه دو نفر بیاید یا نماینده بیاد اینجا انتخاب شد دیگه. خلاصه همین خیلی جمع شدن در سقیفه یعنی که انصاری ها. استاد خیلی ها جمع شدن. باز همون سوال به ذهن میباید که مهاجران کجا بودن؟ اینها انصاری ها خودشان جمع شدن مهاجران کجا بودن؟ اصلا بریم سقیفه بنی ساعده خیلی نزدیک از اون مسجد
اگه گیریم اون زمان شاید دورتر میتافت، یعنی که تقریبا چند صد متر است از مسجد پیاده آمدن. انا مهاجرا در اون وقت البته به غم مشغول بودن، به غصه مشغول بودن، در مسئله غسل و کفن و دفن پیامبر صلی الله علیه و آله با بینشون اختلاف برو شد که پیامبر در بقیع گور کنیم یا همون شهدای احد، چون پیامبر شهدای احد خیلی مثلا دعا میکردن درشون، با هر هفته روز پنجشنبه میرفتن اونجا زیارت میکردن و دعای و سلام میکردن با اونها مثلا. خب اونجا گور کنیم ببین که مکه بریم، این هم بعد این در ذهن اون اومده بود. خب تا اینکه بین باز همین صدیق اکبر ابوبکر صدیق که یاری با وفا بود و همیشه او پیامبر بین روایت هست که میگن که خرجت انا و ابوبکر و عمر و دخلت انا و ابوبکر و عمر و طلعت انا و ابوبکر و عمر، یعنی که بین من و ابوبکر و عمر برآمده، من و ابوبکر رفته، من و ابوبکر این کار کرد، من و ابوبکر عمر فلان کار کرد. کی همیشه بعض در ترمذی هم حدیث هست که پیامبر میگن که من دو وزیر آسمانی دارم جبرئیل میگه، دو وزیر زمینی دارم که ابوبکر و عمر است. البته که ابوبکر به صورت از پیامبر شنیده بود و شاید که پیامبرم از غیب میدونستن که خداوند خبر داد که بعد تو این جانشین میشه، برای بعضی ابوبکر بعضی چیزها رو گفته بود که در همین روز معلوم شد همین چیز، در همین خصوصا در روز دفن پیامبر. میگه که من شنیده بودم که پیامبر برای من گفته بودن که پیامبران هر جایی که قبض روح شدن اونجا باید دفن شون. یعنی که مسئله اختلاف حل شد، حل خودش یافت. انا کنون اینقدر عدد زیادی انصاری ها جمع شد اینجا، چون که اوسی و خزرجی بودن در اونجا. از چشم مهاجرا این چیز دور موندنش ممکن بود یا نه؟ البته نه. یعنی که مدینه جای کلانه نبود که مثلا حاضر یکم مگاپولیس باشه و میلیون اهالی میلیون باشه. یک مرد دید اومد خبر داد به ابوبکر و عمر، میگن به خانه رسول اومد که اونجا ابوبکر و عمر و عباس و علی و دیگرها بودن. در عقد الفرید اومده است که این مردمش معن ابن عدی بود، همه آدمی که اومد. میگه اومد و از در عمر فریاد کرد، میدونید کیه فریاد کرد؟ عمر بیا گفت، عمر که راه گفت من مشغولم ندید. گفتم به چی مشغولم اینجا مثلا؟ باز گفت بیا، گفت که عمر با عصبی شد. سوم بار گفت که بیا که نمیشه بیاد، پیش آدم بنه نمیتونه اینجا بکنه گپ زنه. بعد وقتی که عمر ابن خطاب برآمد با مرد گفت که یه خبر مهم دارم. گفت انصاری گفت در سقیفه جمع شدن میخوان خلیفه انتخاب کنن. بعد عمر ابوبکر فریاد کرد، بعد گفت که بیا که مسئله جدی است، اونا میخوان که خلیفه انتخاب کنن. بعد وقتی که در راه میرفتن از مسجد برآمده از خانه پیامبر، راه به دو مرد انصاری دیدن که در عقبه بیعت کرده بودن، اونها هم آدمای بودن که صاحب فضیلت. گفتن که نره چیکار میکنه، ما به حال خودشون اكو اینم از فتنه میترسن که این ناراحت با فتنه نشود کشون. یعنی که به نیت نیک گفته بودن. البته که بعد از اینکه از این مرد مثال میگذارن ابو عبیده پیدا میشود، ابو عبیده هم میگیرن همراه خودشون، میگن بیا اونجا ریم. خلاص بین صحابه معلوم بود که ابو عبیده امین هذه الامه، یعنی که امین امت است. 3 نفر رفتن سقیفه. خب لیکن تو رسیدن این 3 نفر به سقیفه، خب ولی انصار یک چند قدم گذاشته بود برای انتخاب خلیفه. قدم بود که برای این انتخاب سعد بن عباده را ولی مطرح کرده بودن، با وجود که خزرجی بود مثلا تمام اوصیا هم دستگیری میکردن. سعد بن عباده استاد کمتر میشد که اطرافش مختصرا بله این چیزا باید اطراف صحبت کرد که سعد بن عباده کی بود. تو اینکه بعضیا مثلا فکر نکنن که یه انسانی اتگی پوبرم باشه که هیچ کی نمیشناسه. یک بزرگی انصاری بود، بزرگ قوم خودش بود، خزرج مثلا. نقیبی از نقبا بود، همون 12 نقیبی که پیامبر انتخاب کردن در مدینه یکیش این مرد بود. یعنی که به اصطلاح شخصی باورینو که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد پیش از اسلام آوردنش کاروان تجارتی مطعم ابن عدی رو به اصطلاح حاضر بگم کریشاوت میکرد. چون که برای اینکه رهزن و چی نکنن این مرد کاملا میکرد، حمایه میکرد. حمایه در زیر هم بود. در تمام غزوات با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. مرد مثلا یکی از جمع مرداش که وقتی غزوه خندق شد، غطفانی قبیله آمد، اونا هم پیمانی مشرکای مکه بود. غطفانی ها اینا خواستن غطفان از بازی بیرون کنن از پیمان تا اینکه دشمن کمتر شود عددش. اونا شرط ماندن که اگر شما برای ما خرمای مدینه یک سالینه خراجش برای ما تیه، ما از اونا پیمانشون بیرون بشیم.
سعد بن عباده گفت که پیامبر گفت ما در جاهلیت گفت خیلی چیزا با راضی نمیشتم، یعنی خواری چه ما در اسلام راضی میشم، یه دونه خرما رو بتم برام به پول گفت برام مرد یعنی که چی بود، جون فدا بود برای پیامبر علیه السلام. در قومش خیلی مثلا به بالا داشت، چیزی بالا داشت، مرتبه بالا داشت و چه گفتم سیدی قومش بود. در سنن ابو داود از قیس ابن سعد ابن عباده، یعنی که از پسر این مرد روایت اومده است که میگه پیامبر خانم ما رو زیارت کردند. پیامبر تست زیارت هم میکردن چون که سید قوم بود، مرد با نفوذ بود و بسیار انسان دستکشا بود. تا میگن که بعضی کتابای تاریخی خیلی مرد بود که گوشت دوست می‌داشت است. و برای پیامبر میگه هر شب گوشت میفرستاد، میگه یک ظرف، تمام خانه پیامبر همون ظرف تاب می‌خورد. ماشاءالله. دستکشا بود مرد، خدا رحمت کنه. میگه پیامبر اومدن دو خانه، ما سلام دادم، میگه پدرم میگه پس پیچی رسیده و علیکم السلام گفت. میگه عجیب. پیامبر با سلام دادم، با من خیلی جواب دادم که پسرم گفت که پدر چرا جواب نمیدی؟ گفت ما پیامبر بسیارتر سلام تن برام، چون سلام پیامبر دعا هست. بعد میگه 3 بار سلام دادم، وقتی که هیچ کی نبرم در خانه پیامبر فکر هیچ کی نیست، رفتن که صد دویده برام. گفت من همینجا بودم. گفت مثلا فقط میخواستم که همون سلام شما برکت شما بسیارتر استفاده بریم. خب بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم خونه‌اش در اومدن. خب بعد وارد خونه‌اش شدن، خیلی وضو گرفتن، شدن، خیلی ساعت برای پیامبر سچاق هم داد، پیامبر دستشون پاک کردن، بعد دعا کردن. دعاش این بود که اللهم اجعل صلواتک و رحماتک علی آل سعد. ماشاءالله. میخوای انسان هستن که سعد میخواد مرتبه بالا هستن که اونقدر میگن سخاوتمند بوده که اون مردمی که در صفه بود کم بغل بیخوان بودن مهاجرا، بله هر شب میگن بعضی روایات خیلی ابن سیرین گفته هر شب میگن 80 نفر بوده طعام میداد. ماشاءالله. خیلی دستکش سخی، شما مرد سخاوتمند بوده است. و حدیث دیگه خیر و دور الانصار، از بهترین خانه‌های انصاری و اولی همین چیزام ذکر میکنم پیامبر صلی الله علیه و آله. یعنی که در جنگ بدر هم مثلا از خودش یک سلاح شوری، شجاعت، مردانگی نشان داده. وقتی پیامبر گفتن که چیکار کنیم اونجا، چون که اصلا نیتشون کاروان بود که یک جنگ بعد شد. بله. با گفت که اشیر و علیه گفتن پیامبر که مصلحتتون چیکار کنیم؟ گفتن که ابوبکر خیلی گفتن شین گفت. چرا ابوبکر شین گفتن؟ چون که مهاجری بود، خیلی با خانه خود جنگ می‌کرد که مقصد پیامبر انصاری بود، چون که انصاری وقتی بیعت کردن بیعتشون حمایت در مدینه بود، در خارج مدینه نبود. پیامبر می‌خواستن که انصاری ها اینجا که دیگه حق دارن که از اینجا قفا زنن، موقفشون که اینجا بیعت نیست، اینجا بیعتشون در خارج مدینه جنگ کردن نبود، فقط در داخل مدینه حمایت کردن بود. برام پیامبر ابوبکر شین گفتن که سعد از جاش خست، فهمید سعد که پیامبر میگن که فکر اون رو فهم. بس سعد گفت که اگر خوی گفت ما رو دستور تی که بحر در آگو بحر میداریم همراه تو، اگر گویی که دورترین نقطه در جزیره عرب رو جنگ کن گویی گفت ما میریم جنگ میکنیم با اون. این مثلا که ما در خارج هم با تو هستیم، در این حالتی وزنی مثلا این خیلی دل برداری کنه. من ذهبه بینه چه وصف زور میکنه، مثلا وقتی به علما گام بزنن زیبا میگه که کان عقبیا نقیبا سیدا جوادا. سعد بن عباده رایانه. و در زمان پیامبر پرچم مهاجرا یا پرچم رسول اکرم با علی بود و پرچم انصاری با سعد بن عباده بود. یعنی این قدر مردی صاحب مرتبه بود در بین صحابه و در بین پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب خلاصه انصاری اتفاق کردن که همین مردک باید که خلیفه ما باشه، لیکن اون روز مردک بیمار بود. خودی سعد بیمار بود. لباسش میگن پیشانده شده بود، سر روش پیشانده شده بود. خواست که خطبه خوند لیکن صدایش پس بود. میگن پسرش صدای ولی مردم میرسونید، پس گپ میزنه، پسرش میرسونه. خب این چیزی که خطبه‌ای که سعد کرد گفت که انصاری ها شما در دین سبقت و فضیلت دارید که یگان قبیله عرب ندارد. یعنی اینجا همون چی اشاره داره که هیچ کی پیامبر قبول نکرد، شما قبول کردید. بله. پیامبر اومد در سرزمین شما دولت خودش ساخت. یعنی رسول گفت 13 سال بین قومش دعوت کرد با یک خدایی به ترک بت پرستی، لیکن مگر اندک ایمان نه آورد به پیامبر صلی الله علیه و سلم. نه رسول را حمایت کرد نه خود را. و ببینید برای چی این همون گپایی که بالا گفتیم که خودشون برای چی از دیگران
از این خطبه گرفته شده است، از خطبه عمه. اینا با دیگر انصاری که خطبه میکنن. حتی که خدا خواست به شما این فضیلت رو بخشید، فضیلتی حمایت رسول و حمایت دین رسول. این کرامت رو به سوی شما سوق داد. این گپی ساده است. و الله به شما نعمت داد. یعنی بریم با اینجا خاکساری کرد، گفت خاکساری کرد، میگه که این نعمت خدا است که شما رو اختیار کرد. ما نماز خودتون کلام نگیرید که ما این کردیم اون کردیم، بلکه این نعمت خدا بود که برای شما عطا کرده بود و این یک فضیلتی بود که شما با الله تعالی بخشید این فضیلت رو و عزت او بود و دینش رو داد. به همون توسط شما را عزت و دین داد و جهاد با دشمنان را و شما علیه دشمنان سختگیر بودید. این جمله استاد و بالا گفتم که احتمال بود که بعد مرگ پیامبر هم انصاری هجوم بکنه. بله. همین جمله گرفته شده است. چی گفت؟ جهاد با دشمنان را و شما علیه دشمنان سختگیر بودید. سختگیر کی بودید؟ یعنی که بعد ما احتمال است که هجوم کنن. بچه‌شو نمی‌رسید احتمالی بود، چون که پیامبر مردن دیگر شاید بهانه افتادشون ممکن بود. یعنی که سخنان درست است. البته بین مهاجرا در بعدش خیلی گفتم 83 نفر بودن در جنگ بعد، انصارا 231 نفر بودن. همین خیلی در دیگر غزوات عددی اونها از هم بلند بود. سپس سعد داوندر گفت که حتی که تمام عرب و اسلام سر فرود آورد. یعنی این دوامی که به سعد است و با فضل شمشیر شما سرخم کرد. با اشاره به هم کرد شمشیر شما اکتینا سرخم کردن. اکنون شاید که بعد وفات پیامبر احتمالی است. یعنی که یعنی سعد اشاره دارد که عرب ها بعد وفات رسول خدا انصار رو هدف خواهند قرار گرفت. یعنی که احتمال البته و خطبه اش رو با جمله یک زیبا تمام کرد. گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات کرد و از شما راضی بود. یعنی که از انصار پیامبر راضی بودن. ببینید باز هم استاد باز هم چیزی که پیشینه گفتیم که در اطراف انصار همین باید اطراف همین چیز باید برگشت. پیش از که ما انصار یکم بها دهیم باید که دانیم که پیامبر از اون راضی بودن. اینقدر فضیلت ها داشتند و اینا اون نباید که عمده زبان درازی کرد با اونها. یعنی که مثل بعضی خلاصه خطبه سعد دو چیز برای انصار رو بخشید. یکمش که معنویات اونها رو بالا برد بعد وفات پیامبر. یعنی گفت که پیامبر مردن که راه دوام داد نکرد. یعنی که منصب اینجا جمع شدن با شما نیست که ما باید راه پیامبر دوام دهیم. راه 70 شدن بله راه 70 شدن یکم وای مرد چیکار کنیم 40 کنیم 20 کنیم سال کنیم نگفتم اونها. میدونستن صحابه ببینید که قیمتی چه. بعد دومش این که میخواست که احقیتی سزاوار بودن انصار به همین جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کند. زیرا آنها بودن که جا دادند و حمایت کردند و همراه جهاد کردند و شمشیر اونها بود که عرب رو سرخم کرد نزد پیامبر. استاد حاضر اینجا ابوبکر و عمر و ابو عبیده آمده بودند یا حالی نه این پیش از حالی وارد شدن اونها گفتی تاجی گیم که تمام شوم نشوم بود که ابوبکر و عمر و ابو عبیده در اومده آمد. اکنون وارد شدن. هم گفتن که کسال بود گپی اینا پسرش میرسه. بله. حالا که بیعت صورت نگرفته است. یعنی که مقدمات بیعت همه شد فقط هم دست دادن مونده بود به اسلام با میگیم که کسال. یعنی این معنی وقتی که ابوبکر و عمر و ابو عبیده اومده در اومدن در این حالت معنی اینو داشت که مسئله قابل بازنگری هست. یعنی نامزد هست لیکن حالا حسم نشده است، مثلا انتخابی 100% نشده است، بیعت نشده است. خب این مهاجران مثلا عادی نمیدونه که وزن ابوبکر و عمر و ابو عبیده بین مهاجران معلوم بود. ابوبکر وزیر اولی پیامبر، عمر وزیر دیگریشون، ابو عبیده امین امت صاحب مشورت. یعنی که اگه اینجا مهاجران چی فکر دارن؟ آیا سعد قبول میکنن یا نامزد دیگری پیشنهاد میکنن؟ عمر بن الخطاب این منظر برای ما نقل میکند. روایتش هم در بخاری آمده است هم در دیگر کتاب‌های تاریخی. خب اینجا ما همون متن امام بخاری مثلا میبریم جا میگه که راه برآمده میگه عمر به سقیفه رسیده، مرد به خود پیچیده در بین مردم نشسته بود. سعد در نظر سعد کی گفتم که سعد گفتم. خلاصه انصاری‌ها او رو میگه در صدر مجلس گذاشته بودن. یعنی الکی این صدر مجلس معنی که اهم آدم میگن که با نفوس روای است. همونجا گذاشته بودن. میگه عمر گفت که چاکر است؟ اینا گفتن که اینو بیمار است. های کمتر نشستیم که خطیبشون برآمد کرد. میگه عمر اینکه شاید اینا رفتن و کمتر بعدم خطبه ساعت کمتر چند ثانیه که خاموشی فرا گرفت همونجا. خب بعد خطیب انصاری رو خواست
خطیب انصاری از اون میگن خطیب باشون خیس، لیکن ابن حجر گفته است که احتمالی جدا مو ثابت ابن قیس باشه. ثابت ابن قیس. بعد میگه حمد و ثنا گفت خطیب. یعنی که وقتی دید اومدن اینا رو دید، البته اونم میخواستن که چیکنن باز بیشتر مسئله رو انتخاب صدر رو الکی چی پافشاری کنن باهاش. ما گفت انصار خدا هست و لشکر اسلامه و شما این مهاجرا یه کلمه رهط استفاده میبرن، یک گروهی کمی در بین ما هست. الکی اشاره به چی است؟ یعنی که انتخاب حق اکثریت است. اون چه اکثریت انتخاب کردن همون هست. گویا که درک کرد که مهاجرا الکی خواهان چی ان؟ خلافتن. لیکن دیرو درک کرد خطیب، یعنی که انسان زیرک هم بودن. گفتیم که ما سیاست رو در سیاست کار دیده بودن، یعنی که همین که خواست که چگونه حجت مهاجرای ابطال کند به همین گپ. خلاصه یعنی که میخواست اشاره کنه که خلافت مال اکثریت هست و ما که یاورای پیامبر هستیم و همه نبردها از مهاجرا زیادتر بودیم، بسیارتر بودیم. خب و در آخر یک عباره استفاده برد مگر همین که خطیب گفت که شما ای مهاجران آمدید تا اون چی ما قرار کردیم پیش اون رو گرید و ما رو از خلافت است. یعنی که شما آمدید برای چی آمدید اینجا؟ برای چی کردن؟ اشاره کرده است که الکان چون که دولت رو فشار بالا رفته است. خب میگه که عمر گفت که وقتی که انصاری تمام کرد میگه خواستم گپ زنم، خودم به خودم میگه چند جمله آماده کردم که از گپای گپ بزنم که ابوبکر که خب کن که گپ زند دخی. بله ابوبکر میدونست که اگر عمر گپ زند احتمال چیز کشمکش زیاد، چون که عمر سخت بود گفتی که بودی که میگفت واضح روشن به سیاست بازی، به کشمکش و به تاب دادن این چیز. استاد بعد ابوبکر عمر خلاصه نموندن، خودشون خطبه کردن، چی برخورد بود ابوبکر صدیق رضی الله عنه؟ چی گفتن؟ چی خطبه کردن؟ یعنی ابوبکر صدیق بین اون زمان تقریبا مرد 61 ساله بود. کار دیده، هم نزدیکترین شخص پیامبر علیه السلام، البته که از حکمت پیامبر خیلی بهره برده بودند ابوبکر صدیق، چون که هم در جاهلیت و پیامبر نزدیک بود، هم در اسلام اولین شخصی که اسلام قبول کرد دیگه. برمان نشد خطبه ابوبکر رو به 3 مرحله تقسیم کرد. مرحله یکمش این که هر چی آیت در فضیلت انصار بود، هر چی حدیثایی که میدونست و در یادش بود در فضیلت انصار هم رو پیشکش کرد به اونها، بدون یعنی که دروغ گفتن، بدون این چیزی. گفت که من میدونم که پیامبر گفتن که مردم میگن راه روانه که من به راه انصار میروم، شما این فضیلت داره و داره، شما ایثار داره، این داره. این یکم مرحله خطبهش است. دوم مرحلهش ابوبکر گفت که رضی الله عنه عرب خلافت فقط در قریش قبول میکنه. چون که مثلا همون بینه در تو اسلام مثلا مردم کعبه میرفتن، طواف میکردن، حج داشتن مثلا به اون جاهلیت خودشون، و مکه هم یک مرکزی که هم دینی هم عقیدوی هم سیاسی خود قبول داشتن. بنابراین پیامبر هم مثلا حدیث میگن که ائمه قریش مثلا امام ها از قریش، یعنی جانب شرعی هم هست که باید خلیفه از قریش باشن. یعنی که ابوبکر اشاره میکنه که حکمت اقتضا میکنه که خلیفه از مهاجرا باشه، زیرا عربا جز قریشی را قبول ندارن. اگر غیر این، اگر غیر مهاجری و قریشی دعوای خلافت کند، عرب هیچ وقت این چیز نمیپرسه، نمیپذیرد. پس زدن انصار نیست. یعنی اول فضیلتش بیان کردم، فضیلت انصاری گویا که این یگان جهتی وحی کنی نیست. ما بر فضیلت شما قائل هستیم، ولی حکمت تقاضا میکند که از قریش باشد و همچنین شریعه هم خردمندی ابوبکر هم دوربینی ابوبکر. شما فکر نکنید که خلیفه فقط مدینه خلیفه شد، این خلیفه تمام عرب میشه، آینده تمام مثال ملتایی که اسلام قبول نکنن همونا میشود. اگر شما تفکر شما اگر فقط مدینه باشد خیلی درست است که مدینه یک جغرافی محدود نیست. بله ما اینجا آینده مثلا دیگه قبیله عرب است، آینده پیامبر بشارت دادن که شما فارس فتح میکنه، شما روم فتح میکنه، شما کنستانتینوپل فتح میکنه، همین بشارت بود. این دوم نکته بود در خطبه ابوبکر. سوم چه که ابوبکر گفت، ببین باز اینجا او زبان درازا بعضی انسانایی که چی خاورشناسا باشن، چی رافضی های وارداتی باشن، اینا مثلا میگن که ابوبکر منصب تلاش کرد یا عمر تلاش کرد. اینجا ابوبکر میگه که خواهی مگه یکی از این 2 نفر انتخاب کنیم. ماشاءالله. من خودشه بله من لازم نیست که یا عمر یا ابو عبیده
تا تو میگم عمر دست داره که عمر دست من گفت من نمیشم گفتم یعنی اینا ابو عبیده گفت من نمیشم من از صحابه پیامبر صلی الله علیه و ماشاءالله. خب با هم وقت انتخاب شد گفت کو ولیت علیکم ولست بخیرکم من بالی شما انتخاب شدم لیکن من از بهترین خودم بهترین شما نمیدونم البته یا خاکساری ابوبکر که امت همه میدونست که بهترین امت بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد میگن که عمر وقتی ابوبکر این که پسند عمر گفت که اگر گردنم زده شود بهتر از اون است که بالای قوم خلیفگی کنم که ابوبکر اونجا وجود داشته باشه. ماشاءالله. چون میدونست که در فضیلت با ابوبکر بالا نمیره، یعنی ابوبکر که مولش بالا پیامبر دریغ نمی‌داشتن، میگم که دوستیش مثلا تمام زندگی خودش به پیامبر بخشیدگی بود. صدیق. یعنی ببینید چه شوکت پیامبر اوازیفه میترسن هزار دارن میترسن که مسئولیت است این برای اونها وای نیست. خلاصه برادر دو تا نامزد شده کنید. رأی اکثر انصاری ها صد است و رأی دوم رأی 3 نفر مهاجری که باید که یکی از اونها خلیفه میشدن که نامزدی قریشی میخواستن، اونها گفتن که فقط ما باشیم، یعنی نامزد قریشی باشد خواهم که از اینجا بیرون هم باشد. یعنی ببینید اختلافی عادی نبود، یعنی که اختلاف سری امارات ریاست ها. ببینیم که همین نسل نمونه‌ایه که پیغمبر در طول 23 سال تربیت دادن چگونه این اختلاف رو پشت سر کرد یا اینکه چه برخورد داشت بود. یعنی شاید که احتمال ایجاد همین حاضر اینقدر خودشون مردم متمدن میدونند و مثلا وقتی دور و مدارای سیاسی میشود مثل این انسانایی که در عصر 7 زندگی کردن اینقدر با آدابانه با اسلوبانه با هم به توافق رسیده نمیتونن. در حقیقت عجیب است. حباب ابن منذر خیست از جاش اینم انصاری هست. خب خواست که یک رأی پیشنهاد کند که رأی مبین باشه، البته میتونم گفت که چی یک قدم به قفا زدن انصاری ها بود. یعنی گفت که حل باید باشه که همه رو راضی کنه، دو طرف رو، هم انصاری هم مهاجر. گفت که من گفت تجربهش دارم، من سیاستمدار ثابت قدم کارکشته هستم. این بالی زیبای عربی میارد. خب من میگم که سیاستمدار مخضرم. خب از ما هم امیر و از شما هم امیر بود. یعنی هم انصاری شد هم چی شود گفت یک امیر از انصار یک امیر از مهاجرین، یعنی دو امیر، یکی برای انصاری یکی برای مهاجران. دو امیری که یک جای دولت اداره میکنن. فکر و یک واسه گام نظر شاید که همین خبر دو امیر میشند یک جای مسئله چی میکنن مشورت میکنن حل میکنن. به همین انصاری‌ها چه خیلی گفتم از نظر خودشون چی ایواز کردن، کم رفتن. در بعضی روایت ها آمده از استاد که روایت در کتاب طبقات ابن سعد میگه که میترسم بعدتر نفران آثاری کاران که پدران و برادرانشون کشته ایم. خب این میگه یعنی در غزوات آنها عدد زیادی مکه رو کشته بودن. گفتم که برای اونها میترسیدن از انتقام عرب. خیلی در بدر هم کشته بودن، در احد هم کشته بودن مشرکا رو، اهل مکه مثلا. اگر قریش‌ها دست به کار شوند از انصاری‌ها چیکار میکنن؟ انتقام میگیرن. شاید بعضی هاشون که همین چیزی که در ذهن اونها وجود داشت. این هم یک عامل بود، یکی از عواملی بود. یعنی شاید که هم بدبینی با مهاجرین نبود، بلکه خوف از یک نظام نوی که بعد از این میآید و قصاصگیری سر میکنه. اونا میدونستن که ابوبکر این کارو نمیکنه یا عمر یا علی نمیکنه این کارو، لیکن شاید که بعد از 50 سال 100 سال کسی میاد که چی به این کار دست نشه ممکن است. برام میگفتن که این چیز ما باید اداره انصاری. بعد یه ملاحظه دیگرش نیست که در حقیقت منطقاً این که چه دو نفر میتونه که دولت اداره کنه، در حالی که حدیث این معنی میکنه که در حدیث اون دیگه است که 92 نفر دعوا کنه البته دیومیشه کشه آدم میگه. خب یا ممکن که حباب این حدیث نشنیدگی بود مثلا خبرش نبود این حدیث که یا اینکه اگر گویم که با احتمال زیادتر کنم خباب میخواست که زینه به زینه انصاری ها قفا رو اینم به سیاسی بود، یک قدم سیاسی بود که نمیخواست که یک بار بگیم که قفا رو و هم نمیخواست که سعد که رئیس قبیله از هم به عمره شده که اگر اویستو زینه به زینه قفا رو نده برای هم سبکتر از قبول کنش این چیز. بعضی همین احتمالا مطرح میکنن. یعنی که ببینید که اصحاب یک ویژگی داشتن که
هر کی نباشد مثلا اون سخن غلط هم گوید او رو راهنمایی میکردن. این سخن غلطی خباب وقتی زد، خباب بن منذر، حضرت عمر گفتن که نه، دو شمشیر دریای غیراف نمیگنجد. ببینه عمر رفت توب نمیتره این طرف. گفت دو شمشیر دریا چی نمیگنجد. یا با گفتی توجیکو در یک دیگ دو کاله نمیجوشد. خب این خطیب انصاری خواست رای خباب رو نیرو دید. با خطیب انصاری همون شاید که همون اولنگی گپ زد که برو بوده. انصار با خطیب ثابت بن قیس گفتم شاید همون باشه. گفت رسول وقت مردی رو از شما وظیفه دار میکرد، نفری از ما رو با او همراه میکرد. یعنی علاقه وایو پوف شروع کرده است. اما خیلی دوسته موقف گرم شده است. تصویر است، یعنی که سقیفه تصویر است. ظاهرا این مردی که از این فکر پیشنهاد کرد میخواست که سعد نه همچون نائب بلکه همچون همتای خلیفه شد. یعنی ابوبکر و سعد یک جای مثلا یا عمر و سعد که ابوبکر یک مهاجری با همراه سعد بود. با عمر دخالت کرد. گفت که این کار کرد. گفت که عمر گفت قبیله عرب شما رو نمیپذیرد. عرب گفت کسی رو جز از قبیله پیامبر صلی الله علیه و آله اطاعت نخواهد کرد. یعنی که با هم قریش دادن. جز قریش گفت کسی رو بلند شدگی سن. بله البته بعضی روایات میگن کثر اللغط میگه، یعنی که دادویی و بسیار شد. اكون خیلی انسان بودن که. بله البته انسان بودن انسان. یعنی که چخیلی دیدیم استاد تصویری است از سقیفه. همون سقیفه بنی ساعده ما رو ببینیم تیز شد. یعنی که صداش بلند شد. این چیزی نمیشه که آرام گپ زنه. یعنی که به تیزی و به تندی شاید این فکر خودش مطرح کرد. که خلاص عرب نمیتونه که جانشینی رسول از غیر قریش قبول کنند. گفتم مکانات قریش که چقدر عرب و احترام میکنند. در روایت امام احمد اومده است که انصاری خیسته گفت که این طور باشد. گفت مرد از مهاجران رو اختیار بکنیم ببین با یک فکری نو. اگر فوتید انصاری میشود. انصاری فوتید با مهاجری فوتید با وی. یعنی که بعض دولت هم تجربه رو دارم مثلا که این چیز بسیارتر در اون زمان شوروی بود که سیستم دولت تقسیم بود. از هر منطقه یک منطقه که فقط رئیس پارلمان میشد، یک منطقه که کاتب یکم میشد، یک منطقه سروزیر میشد. این سیستم تقریبا در لبنان هم موجود است. رئیس جمهور باید که نصرانی باشد، سروزیر باید سنی باشد و رئیس پارلمان باید شیعه باشد در لبنان. یعنی چیز شبیه به همین چیز پیشنهاد کردید مردم. با یک قفای دیگه بله قفا و قدم زدن. یعنی بود ببین هم مایده قفارویی دارن. لیکن این پیشنهاد کردن که ظاهرا پیشنهاد خوبی هم باشد فتنه رو یعنی که در یک زمان کوتاه مثلا از بین میبرد، لیکن در اگر دور نظر کنیم بگه این فتنه رو از بین بردن نمیتونه. مثلا اگر مکی میشد دیگه من نمیتونم دیگه برای انصار رو میگم مثال این عهد پایمال میکرد، ممکن جنگ میشد، کشاکش میشد. خب این یعنی که راه حل نبود. موقتی بود. راه حل موقتی بله. دائمی نیست. دائمی نیست. چخیلی گفتیم عرب بغیر قریشی بده کس راضی نمیشه. خب باز عمر یعنی که هیچگاه از حقیقت سکوت نمیکرد. باز اینجا عمر ابن خطاب از خیلی به تندی گفت نه به خدا کسی به ما مخالفت میکند مگر اینکه میکشیم. تمام. حسب تمام دیگه سقیفه جوشیده است از اونجا. میکشیم. خب یعنی ببینید اینجا بود آداب اسلوب مهاجر انصاری رو ببینید که اونو اکثریت اینو 3 نفرن. شاید اونجا اونو 10 نفر بودن. با وجود احترام دارن کم نزدن. یعنی که بعد این دیگه اتمسفر چی شد؟ بعد این میکشیم گفتن دیگه چی شد؟ تیزتون شد. کار به شمشیر رفت. عمر راست میگفت که مثلا مادام خلافت در قریش باشد کسی به اون دستاوردی کند به کشته شود. یعنی که تمام سیاست دولت‌ها همین است، کسی که به همون کرسی رئیس اگر چشم علاق کند رئیس یا زندانی میکند یا میکشد. تمام دنیا سیستمش همین است. خب این فکر حضرت عمر و مهاجران بود که غیر از قریشی رو قبول نخواهند کرد. یعنی که سبب افتراق امت میشود. ببینید یعنی که حضرت عمر آن ملایم خونیکی و باید دور بودن. راست یعنی پیامبر به سبب عمر فاروق نام نکردن. به سبب عمر فاروق اعظم نیست. فیصله میتاد مثلا رو. بنابراین عمر ابن فاروق وقت میبینیم انسانی چی بود؟ یعنی که یک اونچنانی که هست همه حقیقت بیان میکنه. یعنی که به اصطلاح حاضر که ملایم خونم نبود آدم. فاروق. تمام. فاروق اعظم فاروق لقب گرفتن که رحمت الله علیه.
یعنی که این به اصطلاح تهدید عمر هم خیلی خالی نگذاشت. از انصاری و خباب بن منذر خسته گفت که از ما امیر، از شما امیر. بعد یک کلمه دیگر زد که کلمه کمتر وزن‌تر است، گفت که اگر خواهید باز تکرار میکنیم. تکرار میکنیم یعنی جنگ. شمشیر. بله، باید شمشیر کشیم. مثلا ما آماده هستیم به این چیز. جیم نشتن. بله گفتم کجا دیگه میجوشید مثلا، یعنی آرام نبود. لیکن عجیبش این که انصاری ها اینجا دو نقطه جالب است که سعد ابن عباده حرف نزد هیچ. آرام. من که اولا بیمارم بود که خیلی هیچ چیز نگو، دعوا نکرد هیچ چیز. بوجدم که اینقدر کشوکش است. دومش این که انصاری ها باز جوانمردی نشون داده. باز هم ایثار با دیگر که طبیعت اونها دیگه اون که لایه یا اینکه خمیره اونها شده بود. چی منت گذاری نکردن برای مهاجران. تو کوبیدی خدا یک پناهنده آمدیم ما جو دادیم. خیلی پیغمبر احترام میکنن اینجا، لیکن شاید که به اینا گفتنشون ممکن بوده که با وجود این مردانگی و جوانمردی اونها نگذاشت که این کلمه رو نطق کنن. منت نکردن. خب از طرف دیگه میبینیم که مهاجران نیز نگفتن که ما از شما بهتریم، ما بگیم که قریشی هستیم، ما موفق تر هستیم در اداره کردن دولت و اینو اونو. فقط میخواستن که برون یک وضعیت فهمونن. همون چیزی که حدیثی که از پیامبر عمر است که الائمه من قریش و مردم عرب دیگه، یعنی که یک وضع فقهی واقعی باشه که این عرب غیر قریش دیگه قبول ندارن. همین چیزی میخواستن برای انصاری قبول کنن، یعنی که فهمونن. منصب تلاشی نیست. البته نیست. خب لیکن فراموش نکنیم یک چیز دیگر نقطه اساسی است که اصحاب بشر بودن. اونها معصوم از خطای و گناه نبودن. یعنی که اونها یک تلاش به خرج دادن، به اصطلاح اجتهاد کردن. اجتهاد کسی که اجتهاد درست بود 2 اجر پاداش میگیرد، کسی که اجتهاد خطا کرد 1 اجر میگیرد. اینا انسان بودن. یعنی که راضی نیستیم که یک خاورشناس یک رافضی یا بددهن بیاید مثلا چی طعنه زند به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله. خب اونا اصلا چه خیلی نه معصوم بودن، اونا انسان بودن، خطاکاری هم بودن. یعنی که خب 100% همین مثل یک انسان عادی زندگی میکنن. همین خود سقیفه دلالت بر همین چیز میکنه که اونها لیکن بله چه خودشون رو کنترل میکنن، چه این طرف چه این طرف. اصحاب فضیلت بودن که برای همین کنترل کردن میتونستن. گرچند یعنی بشریتشون گاه آنهای وادار میکرد که احساسات به داده میشدن چی میکنن، لیکن کنترل میکردن. خب دیگه گفتیم که وضعیت دیگه متشنج شده بود برادر. یکی ببینید چقدر تشنج حل خودش یافت. یعنی گاهی یک انسان حکیم میتونه که یک چقدر جویباری از خون رو، یعنی که نهری از خون رو باز دارد. اینجا دیگه نقش ابو عبیده ابن جراح امین این امت، صاحب امانت این امت، پیامبر صلی الله علیه و آله هم وصف کردن. یک جمله میگه که همه رو به آرامی دعوت میکنن به چیز. خشم هم جنگ رفته ایستاده است. یعنی که تیزتون. میگه انصاری ها، ای گروه انصار، شما اولین شده پیامبر نصرت دادید و کمک کردید. نشود که اولین شده تبدیل و تغییر در دین پیامبر کنید. دیگر ممکن گویم که یه تیری بود که در قلب هر انصاری رفته اصابت کرد. یا ذهن اونها رو بچه، یعنی که پرده ها رو از ذهن اونها، از عقل اونها که دور میکرد بعضی پرده ها. دیگه این وقتی که این گپ تصور کنه که اون انصاری ها رو در همون جنگ وقتی که در بیعت عقبه بودن پیامبر صلی الله علیه و آله. خب همین سعد بن عباده ای گفت انصاری ها میدونید که شما پیامبر به چی بیعت کردید سوره؟ یعنی که برای جنگ کردن با سرخ پوست و سفید پوست و سیاه پوست و دامن مردم گفت. اگر گفت شما نمیتونسته باشه حاضر خبر کنه که پیامبر مثلا با امید نکنه ما این نشه. خلاصه وقتی که اتفاق شد و پیامبر بیعت کردن شدن، اینجا گفتن که پیامبر اساس این کنتم ترون انکم وافون له بما تعبتموه الیه علی نهکه الاموال و قتل الاشرار. این که شما آیا راضی هستید که مالتون از دست رود، خانات از دست رود، شریف زاده و اشراف شما مثلا کشته شود در این راه، خب در مقابلش مثلا نیکی دنیا و آخرت گیره، و همین راضی هستید؟ مردم گفتن که بله ما راضی هستیم و به همین چیز، یعنی که همه چی رو ما برای پیامبر تحمل میکنیم. بعد وقتی اینکه بزدن پیامبر اینو گفتن که اگر ما همین تحمل کردیم برای ما چی است؟ پیامبر گفتن که جنت. یعنی ببینید همین چیزا البته در ذهن چی انصاری خطور میکرد. یعنی که
گفتن که ما زمانی بود که وقتی اینا اومدن پیامبر ما رفتیم گفتیم که ما آماده ایم نخلستان خود تقسیم کنیم. ما با رسول خدا در جنگ هنای چی گفتن؟ رضینا برسول الله قسما و حظا. ما پیامبر همچون نصیبه راضی شدیم برای خودمون. خب یا با رسول خدا گفتن که هر چی دوست داری تو بگیر. خب ما توی سمع و طاعت در اون بیعت گفته بودن برای پیامبر صلی الله علیه و ما در همه حالت، در حالت نیرومندی چی در حالت ضعف تو رو گوش میکنیم. خب از تو دست نمیکشیم. گفتن پیامبر صلی الله علیه و ولا ننازع الامر اهله. و همین عبارت در بیعت بود، یعنی که هر کی سزاواری همین که جانشینی است ما با وی نزاع نمیکنیم. این چیز یعنی که البته ابو عبیده این چیز در ذهن اونها بیدار کرد، چون شما در عقبه این کارو کرده بودید، در عقبه بیعت. بله یادآور شده. می یک جمله که اولین انسانی نباشید که تبدیل و تغییریه عقب خود نگرده. یعنی خب این گفته که ما پیغمبر گفته که ما با تو وفادار میمونیم، اگر وفادار شدیم تو چی میدهی در مقابل این وفاداری؟ هم گفتن که بهشت. چی کم است؟ ما برای شما خانه و ماشین و زن و مال و فراوان گفتم برای تو بهشت. یعنی چیزی اینجایی نه اونجایی گفتم. یعنی که پیامبرم راستگو بودن، یعنی که هیچ وقت مثلا خیمت نمی‌سن که شما وقتی گرفته شما رو من مثلا فلان ولایت از شما بشود، فلان شهر از شما بشود، فلان جو نگفتن. این وعده‌های دنیوی نگفتن. بهشت حلاوت دیگه چیزی بعضی وعده‌های انتخابات هست استاتین بیسا. پیامبر گفته که من بوجه که پیامبر حالت چون خیلی خطرناک بوده که در مکه مثلا احتمال کشته شدنشون بود، لیکن بوجه راست گفتم. من برای شما اون چی دنیوی وعده نمیدم. دست رو گفتم دست بعد بیعت کردن در معقبه. یعنی انصار در خاطرش چی هم چیز بیدار شدن اونجا. همینجوری الله تعالی چه و یؤثرون علی انفسهم، باز خودگذشتگی میکنن. انصار خودگذشتی دارن طبیعتی. انصار تبدیل و تغییر می آورد. یعنی همین سوال علیه ابو عبیده بهتر و چیکار هجرت و نصرت و کمک و یاوری و جهاد و شهادت و همین چیز دیگر مثل لنته از چیز پیش نظر اونها میگذاشت. پیامبر به یاد آوردن، فهمیدن که پیامبر نه فوتیدن ولی دفن نشدن پیامبر. خب لکن در دل ها زنده است همیشه پیامبر علیه السلام. همگی به گریه اومدن. همین جمله کیس اونها رو گریه کنن. کی یه بار بشیر ابن سعد خست. این مرد هم از اصحاب عقبه دو بود، چون که دو عقبه داریم. انصاری ها گفت همه این جهاد، همه این تلاش، همه این سبقتی که داشتیم هدف فقط روزگی خدا بود و طاعت رسول خدا بود. نشاید که ما در مقابل این خدمتمون دنیا خواهیم. خدا صاحب منت است، پیامبر صاحب منت است. محمد علیه السلام قریشی بود و قومش به او سزاوارتر است. خدا نشان ندهد که در این مسئله با آنها نزاع کنم. از خدا ترسید و با آنها اختلاف نزاع نکنید. یعنی ببینید که این گفتگو، این دیالوگ بین انصار و مهاجر مسیر دیگری گرفت. انصاری‌ها دیگه چی؟ با خود اومدن درک کردن که بزرگاشون که نخبه‌هاش درک دارن که این چی است؟ وظیفه قریشی است. به اشاره‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم. این عرف همون زمان هم خیلی بود. اینجا عرف اونها رو باید اعتبار گرفت که در حقیقت همه مسلمان بودن، درست همه برابر حقوق بودن، لیکن اونجا عرف هم خیلی بود که مردم چی تابع قریش بودن و قریش یعنی که خیلی میگن تاج سر عرب‌ها حساب میشد. خب دیگه حجت مهاجران بالا رفت. به همین گپ. اینکه بوجن هم مثلا بریم انصاری اگر مؤمن حقیقی نمیشدن که با دل خود ایمان نمیشدن که هدفشون روزگی خدا نمیشد، هیچ وقت راضی نمیشدن به این چیز. لیکن ببینید از کجا به کجا رسید یعنی این دیالوگ. یکی ابرو اسید ابن حضیر خز بعدین بشیر ابن سعد. اینا از اون 12 نقیبا یکیش است. اینا آدمی یعنی که بازی نه، یا آدمی با نفوذ بود. یعنی شخصیتی که پیامبر شخصی باوری ناکشون حساب میشد. هم 12 نفره. خیلی گفت که انصاری ها، خیلی گفت که اوسی ها گفت با مهاجرها بیعت کنید. یعنی که از قبیله اوس است. سپس ابوبکر خیست. ابوبکر بنی باز در حقیقت خیلی از حکمت پیامبر، خیلی از اینکه حضور پیامبر خیلی فیض گرفته بود، فیض کسب کرده بود. گفت که انصاری ها گفت خدا ما رو صادق گفت و شما رو مفلحون گفت. یا خدا ما رو صادق و راستگوی و شما رو مفلح و رستگار گفت. اشاره به همون آیتی چی از سوره حشر للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم. خب اخیرش میگه که اولئک هم الصادقون.
یعنی که نیز همون غنایم از آن مهاجرها است که ترک وطن کرده، یا فقیر مهاجرای فقیر است که ترک وطن کردن، از سرزمینشان رانده شدن و آنها در طلب فضل و خوشنودی الله و خدای پیامبرش یاری میکنند. اینها راستگویانند. مهاجرای ببینید چه خدا واسه میکنه. صادق. و بعضی کارنامه‌ها میگن در حق اینا چی میکنن؟ زبان دراز میکنن که خدا اینا رو راست گفته است در ایمانشون، در عملشون. اما انصاری چی گفته بود؟ کسانی که پیش از آمدن آیت ما گفتیم که یعنی که ایثار کردن، یعنی که بخیل رو از خود دور کردن، ایمان رو با اونها اثبات کرد الله تعالی، دوست داشتنی قبولی مهاجرا رو برای اونها الله تعالی اثبات کرد و در اخیر گفت که مفلحون، یعنی که نجات یافتگان. ابوبکر صدیق همین آیت چی کرد؟ دلیل آورد گفت که ما رو راستگو گفت، ما رو مفلح گفت الله تعالی. اما در پی این چی گفت در جای دیگه گفت که یعنی که خدا رو در قرآن خدا در جای دیگه میگه که یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یعنی که منوردد همراه صادقا باشه. یعنی چی معنی داره؟ یعنی مع یعنی که همراه اونها باشه، یعنی که اونها بهشون سروری کنن. صادق کی بود؟ صادق یعنی مهاجر بود اینجا. سپس مثلا یک حدیث دیگر هم آورد. در حقیقت ببینید فقه ابوبکر، دقتی یعنی که استنباطی صدیق رضی الله عنه میگه که یا معشر الانصار، این حدیث پیامبر است گفتن که استوصوا بالانصار خیرا فان الناس یزیدون و ان الانصار علی هیئتها لا تزید. گفتن که من وصیتی من برای شما است که انصار نیکی کنه، انصار رعایت کنه حقشون. و گفت که در آخر گفتن که فاحسنوا الی محسنهم و تجاوزوا عن مسیئهم. گفتن که نیکوکارش گفتن با نیکی برخورد کنید، بدکارش گذشت کنید و عفو کنید. از همین حدیث استنباط کردن میگن که اینجا پیامبر گفتن که گذشت کنید از مثلا بدکارش، که نیکوکارش نیکی کنید، معنیش این که شما با اون راهبر میشید، یعنی که راهبر از اونها نمیشود. این در حقیقت دقتی که استنباط نشون میده. خب یعنی که وصیت در این حدیث یعنی که اشاره آشکار است که خلیفه انصاری نمیشه، از غیر انصاری میشه. برای خلیفه و پیامبر وصیت کردن که اگر خلیفه شدی در حق اونو نیکی کن، تو نبی بلکه نیکی کن. اینو شنیده زید بن ثابت در جوش خست انصاری گفت که رسول الله از مهاجرا بود، امامت از مهاجرا خواهد بود. خب دیدید که ماجرا دیگه طرف است. خب ما چه خیلی گفت انصار رسول خدا بودیم، انصار خلیفه خدا هم میشیم. دیگر اصلا نفر خسته به همین معنی صحبت کنی سر کردن. دیگر الکی پله یعنی که میزان مهاجرها وزن‌تر میشد. اما سعد بن عباده تا حالی ساکت. هیچی نمیگه. وقتی که ابوبکر صدیق دید که انصارها دیگه آماده شدن که قبول کنن، پذیرن آنچه که مهاجرها برانو پیشکش میکنن، به اصطلاح ابوبکر هم ورق آخرینش کار فرمودن که فضا مهیا شد. بله اتمسفر الکی دیگه شد. خب این چی بود؟ این تاثیرش چی بود؟ یعنی که همین ورقه آخرین که ابوبکر پیش نکرد. خب چرا ابوبکر این چیز تو آخره با تاخیر انداخت؟ این سوالا در حلقه آینده میمونه. استاد بازم در جای شوق آورترینش تمام میشد نواره امروزی ما. جزاکم الله خیرا استاد، خدا دست شما باز باشم. با همین دوستان عزیز برنامه امروزی ما هم به آخر میرسد و منتظر باشید انشاءالله در برنامه آینده استاد باز برای ما و شما چیزهای مهمتر و شوق آورتر گرفته ماندگی هستند. الله نگهبانتان باشد تا نوار آینده.